باور ندارم واقعا چونکی یگان بار ندیدم و یگان آدمی نمیشناسم که همین چیزا بریدگی باشه. من فکر میکنم که این چیز فریب может быть یک ماشینشون رو کنم لیکن بسیار این کنکورس فریب من فکر اون دلیل داره نه دلیل ندارم که اشتباه ولی پروسه من خیلی فکر میکنم فکر نه من که اشتباه همه چیز فریب مقصد یک کس میتونه کنه چستی کنه لیکن بسیاریش همین 100% ممکن 70% 80% دروغ باشه. کنشون داره 100% داره. برای چی یا بچه همین یا ماشین بودید میخوای تغییر نصف همین نیاخه همین نصف کردگی نصفش هم میگیرم نصف نکرده باشه هیچی موقع نه ولی پسر شما شاید ماشین برید اما هزار کسی دیگه بلیت پولشون سوخت نه نمیسونه خیلی اول چی میشه یا تلفن گیریم یا همکه همین 30-40 رو چی میتواده سلینی اما نرخ بلیت نه 100 سومون زیاده نه 100 سوم نه که هر خلاصه ایده 100 سوم هست لاستیک کسی خیلی چیزا هر خلاصه ایده خود شما هم اشتراک کرده دیگم با یا دو بار اشتراک هم هیچ نبرام با بچه میتونی هم موجود کردم خیلی پولی که به درد و میون میآید نمیشود برای همین من باور ندارم باور دارم مقصد بلیت گرفتگی هستم آدمای بریدگی هم هست لیکن میکشونن آدما خیلی ها مثال یگان ماشینا که برد کردی با پول درخواست میکنن خیلی شناسی هست اکید غالب اومدگی پول درخواست میکنن که هم خیلی برای غالب اومدنش برای حجت را درنام کردنشون پول درخواست میکنن نه راستی گپ باوری هم نیست که هر کس نصیب و تقدیر خودش باوری داره و باوری نداره راستی این چیزا ده نمیدونم برای چی که باوری نیست ممکنه بعضیشون با فکر فیک کنن که برای نمایش خشون میکنن اون بار اشتراک کردین شما نه راستی اگه اشتراک نکنم نه تماشا میکنم در شبکه‌های اینترنتی اشتراک نکردم سبب اشتراک نکردن تان چی حسابی نداشتن باوری با این بلاگران من خیلی اشتراک نمیکنم یک تماشا میکنم بسیاری چیزاشون شهروندان برد میکنن در همین کنکورس‌های بلاگران که خودم اشتراک کردم نیستم نه راستی چرا برای که من ذوقمند نیستم همین ویوده نمیخواید ماشین برد کرده معاشرت همین من به فقط ماشین برد کرد برد کردن باوری ندارم لیکن میبینم بچه‌ها را که بسیار همینو دا پول میگذرونن ببینید که بچه‌های ما همه در فدراسیون روسیه دورنی کردن بعضی مثال همه یخ میکنن چی میکنن حاضر در شرایط حاضره روسیه ببینید که چه شرایط است همه دا معلوم مثال یک تبلیغ میکنن از سبب نفهمیدن سواد مالیوی نداشتن همه میگیرن در امانت دا پول میپرتن یک عدد تماشین میگیرن میمونن مثلا 5000 بلیت هوایی میفروشن 3 نفر یا 4 نفر فقط برد میکنن اینم با فکر که یک همون تیپی همون قیمار و یک تیپی همونو اکن این پیش روی اینا در یک روز دو روز گرفتن نمیشه و یکم بعد یگان آدمای الهیده هم گرفتن میشه مثلا اینو اگر قانونیش گیریم قریب یگان کارهای غیر قانونی هم نکرده هستند لیکن اینا مردم فهموندن در کار سواد مالیوی مردم زیادتر کردن در کار ببینید ما پولی کم کار میکنیم نه که با همون پول در راههای بیهوده استفاده میبریم من بسیار بچه‌ها را میدونم که 200-300 هزار روبل روسی این مینا بچهای امکی خدمت هم خیلی کار میکرده است میبرده است بلیت میخرید است نه که یگان بار یگان چیزی اقلا کم تر سوسر هم بود کردگی نبوده است همین چیزا این یک درد ایده عموما در جامعه اگر که آدمی که کم تر فکر کنه کم تر اندیشه کنه دور فکر کنه ما از اون کشته هستیم پولمون پروسه داده است کسی یاد داده هستیم این یک چیزی تماما مردم پروسه فهموندن در کار کردن در کار تمام